محمود ترابنیا با پشتوانه سالهای پشت سر در سینما و در ادبیات به همراهی زهره طلویی با پشتوانه سالهای نقش و نقشبندی در طراحی نقل و قصه و نقاشی تقدیم می کنند. سریال خط و طلا در اینستاگرام و در یوتیوب. این قصه های شیرین را به زبان گیلکی می توانید ببینید و بشنوید با قصه های خط و طلا. خط و طلا از دوستی این دو تن آغاز می شود. یک بار که طلا به شدت حوصله‌اش سر رفته و تنهایی را دیگر بر نمی تابد، بیرون می آید و خط را می یابد و این می شود از آن دوستی های عمر که می گویند امند افتاب بینیشته دسپرریم. طلا و تاتار. خط طلا را بر می دارد و به ساغری سازان می برد تا تاتار را ببینند و تاتار گفتنی ها دارد. گفتنی های تاتار بعداً در پامالو و تاتار و قرصان قصه های غریب در 3 قسمت از گذشته این مرز و بوم و از زندگی آدم های آن میگوید. آینه و طلا تنهایی. طلا که یک بار تنها میماند در خانه بیرون میزند و به سفارش های دوستش خط گوش نمیدهد. پس حادثه اتفاق میافتد. در قصه بعد فرشته پر و طلاپر فرشته است که بال میگشاید و طلا را در بالش میگیرد و به زمین میرساند. و قصه های دیگر نوستالژی غولک جغلدیم و قصه های تاریخی تاتار پیله بابا و هیتلر و خط پیله بابا و تاتاروف در سیبری. این قصه های شیرین را از یاد نمیبرید. سری دیگر قصه های گیلکی است، از جمله گیلان منظره، پیچا بازار، وارش پیچا پاپیروس، رویای صادق، ایت بیژن با ایتن مار، آفتاب دیمه. سری خط و طلا و قصه های گیلکی همچنین زیر چاپ است. شنیدنی است و خواندنی در نسخه زیر چاپ کتاب ها. اما نمیخواهید دوباره رمان دست بگیرید و از زندگی های به شدت جذاب و غریب دیگران لذت ببرید یا اساساً رمان خواندن را بیاموزید؟ شاید یک رمان عشقه، یک رمان نو که هرگز فراموش نخواهید کرد، که بار دوم خواهید خواندش و کتاب بالینیتان خواهد شد. باز کنیم ببینیم در اولین برگ ها چه میگوید. برایشان شده یک بشقاب حلوای خیلی شیرین و خیلی خوشمزه که ای تند و تند با عجله میخواهند ازش بخورند و میخورند. دیگر وقت برای هیچ چیز ندارند مگر همون بشقاب حلوا. پس علی یعنی دیگران این کار را نمی کنند. جفت های دیگر اول کار که تا دلت هم بخواهد لاغر می شوند همشان و هی لاغرتر. من این را نگفتم. خندید، سرش را انداخت پایین. سرخ شده بود ولی هست نه؟ لاغر نمی شوند همشان؟ حالا تو جواب مرا بده. یعنی دیگران هم چرا؟ ولی فرق دارد. بعضی ها یک جوری میخورند که انگار خودشان هم میدانند تمام شدنی است. میدانی؟ زمان ندارند خیلی. این چیزی میخواستی بگویی؟ تو؟ نمیخوایی؟ میگفتم
زمانمند است برای این بعضی ها و حلواست، حلوای خیلی شیرین. اما برای اونهای دیگر که خیلی کمیابند، که باشد خیلی کمیابند، لابد کباب است با زیتون پرورده و سیر ترشی و زرده تخم مرغ. آفرین، هر روزم این نیست. کبابش یک روز هم می شود جوجه کباب، یک روز ماهی کباب، آن هم شیر یا اوزون برون، و مخلفاتش هم که هست کامل که گفتی. حتی اون چایی یا قهوه پشت سرش هم توی همون هست، توی همون دیدار، یا حتی رویا و یادآوری بعد دیدار. ولی خب لاغر می کند این کباب ها، ولی لاغر می کند. آره، خب رو حالا الهام گفت و سرش هنوز پایین بود. داشت بی عجله پست شامهاش را از روی کتاب بازش از پوست نازکش جدا می کرد و می خورد و کتاب را هم گاهی برق می زد. پس یعنی داشت می خوندش. و رمان فریاد بزن کلینوش، بی نیاز از تعریف، کتابی که از ناگفته ها گفت و سالها زیر چاپ ماند. کتاب در اولین برگهایش میگوید شاید هر جور دهان باز کردن نویسنده و گفتن درباره کارش یک جور منم زدن بنماید و ایستادن زیر آگهی و پروپاگاند کردن برایش. اما چه چاره که ما 30 و چند سالی پیشتر از اون که در این وادی باشیم زیر عنوان نویسنده در حال و هوای فیلم و سینما بوده ایم و اونجا چاره ای نمیماند برای کارگردان. همین که فیلمنامه را نوشت باید برود سراغ تهیه کننده یا سرمایه گذار و داد سخن بدهد از خوبی کارش و وحشتناک قشنگ بودنش. فریاد بزن کلینوش، بی نیاز از تعریف، کتابی که از ناگاه گفته ها گفت و سالها زیر چاپ ماند. فریاد بزن کلینوش، بارها خواهید خواندش. فریاد بزن کلینوش. میگوید حاضری تکه های بدنت را بدهی ببرند؟ سانسور شدن رمان از این جنس است و خود سانسوری از اون بدتر است. این را در پیشانی کتاب میگوید و کتاب را باز میکنی و تو را میبرد با خودش. فریاد بزن کلینوش شروع میشود با اگر همیشه وقتی داری کاری میکنی، فکری میکنی، حرفی داری میزنی، اخم کنی، این اخم میشود عادت تو. عادت میشود عبوس بودن، عصبی بودن. حرف که میزنی عبوس در میآید حرفت. فریاد بزن کلینوش، فراموشش نمی کنید. فریاد بزن کلینوش، شاید یک رمان عشقه، خط و طرف